چند روز پیش رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ضمن سفر کاری خود به ناحیه کوشانیان در خواجگی دهقانی حاصلات جماعت دهات زرگر از موجود بودن پرتوگاه در بین زمین‌های کیشتشونده اظهار نگرانی کرده بودند. طور شما مشاهده کرده ایستاده‌اید حالت مذکور پورا برطرف گردیده در دیگر زمین‌های کیشتشونده کشت ادامه دارد و گفته می شود که من بعد برای تازگی زمین‌های کیشتشونده پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ضمن سفر کاری خویش در جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان از وضع ناگوار پرتوها در حدود محل و دهات و بین زمین‌های خواجگی تخم پروری حاصلات اظهار نگرانی نموده به مسئولین جهت در مهلت‌های کوتاه برطرف نمودن این حالت دستور داده بودند. قابل ذکر است که غرم پرتوها در میان زمین‌های کارم آبی که از آن محصولات کشاورزی به دست آورده می شود نه تنها به سلامتی دهقانان خطر ایجاد می کند بلکه به ساکنانی که در نزدیکی‌های پرتوگاه اقامت می کنند باعث تشویش و نگرانی گردیده است. طبق توصیه متخصصان برای تامین بخطری میدان پرتوها باید طلبات گیگینی عاید به نگهداری پرتوگاه‌ها رعایت گردیده کارها در این سمت پیوسته نظارت شود. با مقصد اصلاح این کمبودی بعد از چند روز این حالت به زودی برطرف گردیده اطراف زمین‌های کشاورزی و محل و دهات از پرتوها تازه کرده شدند. در حقیقت چنین پرتوها بر سلامتی دهقانان در حدود زمین‌های کشت بر سلامتی دهقانان ضرر دارند. ما کوشش میکنیم که در تمام دهه‌های حدود جماعت چنین کارهای آبادانی و تازگی را به راه مانیم. با اطلاع ساکنان این محله که در زمین‌های حدود خواجگی تخم پروری حاصلات کار میکنند این پرتوها ماه‌ها باز باعث تشویش‌های زیاد گردیده بود زیرا از این گونه پرتوها همه گونه بیماری‌های سرایتی پیدا شده بر راهگذران و ساکنان از هر جهت خطرناک خواهد بود. مورد ذکر است که مساحت زمین خواجگی تخم پروری حاصلات جماعت زرگر ناحیه کوشانیان 316 گکتار را تشکیل داده طبق اطلاع راهبر خواجگی از حساب این زمین ها در 9 گکتار آن کشت کارتوشکا در 22 گکتار گندم و باقی مانده کشت پخته و زراعت پرورش می‌گردد. در اکثر زمین های خواجگی کشت پنبه‌دانه به راه مانده شده است. حالا ما در حدود خواجگی دهقانی حاصلات قرار داریم. خواجگی دهقانی حاصلات یکی از خواجگی‌های کلانترین و نفوذترین در حدود جماعت ناحیه میباشد. کشاورزان جماعت دهات زرگر کوشش به خیر می‌دهند که در تامین اوزقواری بازار استعمالی جمهوری سهم خود را گذارند. با اطلاع مسئولین جماعت مذکور امسال کشاورزان تصمیم دارند هر قطعه زمین را عاقلانه و ثمرناک استفاده نموده از آن حاصل دلخواه به دست آورند.